گنجینه در این عالم ویرانه نماز. به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این نوار خواستیم به شما معلومات درباره نماز تهجد و طرز خواندن آن را نشان دهیم. نماز تهجد از جمله این نمازهای نافله بوده، در یک شب از 2 تا 8 و اینچنین تا 12 رکعت خواندنش ممکن است. ترتیب خواندن نماز تهجد 2 رکعت نیت کرده خوانده می شود یا 4 رکعت نیت کرده خواندنش ممکن است. وقتی نماز تهجد بعد از نماز خفتن آغاز شده تا در آمدن وقتی نماز بامداد خواندن ممکن است. صورت بهترش این است که بعد از نماز خفتن کمی خواب رفته و نیمه شب خیسته نماز تهجد را خوانده و بعد از آن نماز ویتر واجب را خواندن است. و این چنین نماز تهجد را بعد از نماز خفتن خواب نارفته خواندن هم ممکن است. یکی از فرقیت نماز تهجد از نمازهای پنجگانه در این است که در نماز تهجد در سجده می توانیم دعای بسیار کنیم و چی مطلب داره می توانیم از پروردگار درخواست نماییم. بیایید اکنون ترتیب خواندن نماز تهجد را دیده براییم. اول شخص نیت می کند. نیت کردم بگذارم 2 رکعت یا 4 رکعت نماز تهجد یا نماز لیل. وقتی که بر من است روی آوردم به قبله من به جهت کعبه خالصا لله تعالی گفته دستهایش را برداشته تکبیر می گوید. الله اکبر. بعد از آن دست راستش را به بالای دست چپش در زیر ناف گذاشته ثنا می خواند. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. بعد از آن اعوذ بالله و بسم الله را می خواند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سوره فاتحه را خوانده در آخرش آمین می گوید. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد یک سوره را می خواند. این چنین می تواند از قرآن یک آیت دراز یا 3 آیت کوتاه را خواند. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعد تکبیر گفته به رکوع می رود و در رکوع 3 بار تسبیح رکوع را می خواند. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. بعد از رکوع تسمیع گفته به قیام خسته تحمید را می گوید. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بعد تکبیر گفته به سجده می رود. 2 بار سجده کرده تسبیح ها را می خواند. الله أكبر
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. بعد از سجده دوم تکبیر گفته به قیام رکعت دوم میخیزد و در رکعت دوم ثنا و اعوذ بالله را نمیخواند. دست راست را در بالای دست چپ در زیر ناف گذاشته بسم الله گفته سوره فاتحه و یک سوره دیگر را میخواند. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بعد تکبیر گفته به رکوع می رود و در رکوع 3 مرتبه تسبیح رکوع را می خواند. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. از رکوع تسمیع را گفته به قیام می خیزد و در قیام تحمید را می خواند. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. تکبیر گفته به سجده می رود و 2 بار سجده کرده در هر یک سجده 3 بار تسبیح سجده را خوانده در بین 2 سجده به جلسه 6 کمی قرار می گیرد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. بعد از سجده دوم تکبیر گفته به قعده می نشیند و در قعده التحیات صلوات ها و بعد از آن دعا را خوانده به طرف راست و چپ سلام می دهد. الله أكبر تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. با همین درس امروزه را به آخر می رسانیم و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیش گرفتند. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است.